از جیب عطر کشیدیم برش گفتیم که این عطر بگی برای ما یک چای بتی. او مسلمان چای برای ما نداد. این مسلمانی است. جان جورس بخیر باشید. جان جورس انشالله. بخیر باشید. اسم چی است بیادر؟ اسم ما شیرعلم است. شیرعلم جان، چی کار و بار چی مصروفیت؟ خود ما که هستیم اینجا آمدیم یک ماه میشه. خب امنیت خود سری چی است مگم بیکاری خیلی زیاد شده. خود ما که است 20 روز کار کردیم. حالی در پل خشتی جماعت که است اونجا در آمدیم نماز پیشین خواندیم. یک تکیه کردم. مردم غریبکار که است خیلی خسته می باشه. خب که تکیه کردم از دست بیکاری دوزا زیاد شده. خب جیبای ما را زده، تلفن کشیده، پیسه را کشیده. حالی ما چی ببریم به خانه؟ روز خداوند است. اینجا میگردم یک روز به ما آمد. خب پیش یک چی استا شدیم، پیش یک شیرخورد استا شد. گفتم برش که از جیب عطر کشیدیم برش گفتیم که این عطر بگی برای ما یک چای بتی. او مسلمان چای برای ما نداد. این مسلمانی است. تو بیا خیر یک چیزی کو والا که مسلمانی باشه. مسلمانی همینطور است. خداوند صبر بده انشالله. نامید نباش. صبر بده خدا. ما صبر میکنم. خب خیلی مردم است که امروز چای نان خوردی نخوردی؟ امروز خوردیم دیگه. خب یک روز همه هر روز همینطور میباشه دیگه. مردم چی کنن؟ مردم یک دیگر جیب میزنن. ما که جیب پر باشیم یک مسلمان دیگر چی میکنیم که جیبش بزنیم؟ و جیب پر هستیم. هر کس از گشنگی همی کارا میکنه. جیب میزنه، مردم میزنه که یک پیسه لقمه پیدا کنیم. و بیکاری نباشه. هیچ کسی را غزش نداره. امیدوار هستم که دولت ما شما توجه بکنه. از دولت خود دیگه قسمت اشتغال زایی برای جوانای ما شما یک کار صورت بگیره. از دولت دیگه میخوایم که به مردم کارا را بسازه. مردم با کار ببره که مردم کار کنن. یک لقمه به خانه ببره. ما خودم از ننگرهار آمدیم. ما را به خانه مادرم خواهرم به امید ازی است که یک جوان رایی کردم به کابل علی سایکو در آفتاب میشینیم. کارا نیست. جیبای دوزا ما را میزنه. تلفن ما را میزنه. هیچ چیز نمیمانه دیگه. روز پیش قضیه رخ داد. این قضیه یک 4-5 روز میشه در مسجد پل خشتی. داخلم از زخم از خدا شرم است به خدا. چی کنم؟ خیر باشه. حالا کار و چیز پیدا کردی کار میکنی؟ نه از صبح تا حالا اینجا میشینیم تا چوک. خب ساعت 11 بجه شد صبح وقت که نماز میخوانیم میخیزیم. اینجا میشینیم بس کسی نمیاد دیگه. اگه میایم میگه 100 روپیه تو را میبرم. 100 روپیه چی میشه؟ 100 روپیه یک نان موتل نمیته. 100 روپیه چی است؟ 500 بده که ما به خانم روان کنیم به خود نانم بگیریم. 100 روپیه کسی میره. خب از مجبوری میره. والا به 100 روپیه رفتیم، به 1.5 صد رفتیم، به 2.5 صد رفتیم. به خدا رفتیم. قربان نعمت جان. امروز هر جا نعمت نمیکنه. انشالله نامید نباش. خدا میرم. از خداوند امید داریم. از این گشنگی بخیر کشیده میشیم. بخیر. اگر ما کلگی به اتفاق باشیم از دولت خود حمایت کنیم. هر وطن یک گشنگی کشیده. خب ملت ترکیه را سایکو تا 100 ساله به کسی اختیار نشده. خب مردمش اتفاق داشت. به دولت محکم بود. به کسی دیگه اختیار نشده. تا حالم اختیار نیست. به مردم نان میته. به بنگلادش میته. به خود افغانستان میته. به ساوت افریقا میته. به هر جای خیره برسته میبره دیگه. انشالله امیدوار هستم که کشور ما شما مصیبت وقتی خلاص شد. زمینه اشتغال و کار برای جوانای ما فراهم. امیدوار هستیم انشالله و خلاص میشیم. خوش آرام باشی جان. خوش باشید.